تصور کن تو پارتی نشستی به رقص جمعیت نگاه میکنی ولی چند تا گاو اون وسط میبینی. سمت راستت گاو نشسته، سمت چپت گاو نشسته، همه جا پر گاوه و بدتر از همه حرف میزنن، فکر میکنن و باهوشن. آره، این دقیقاً سوال یکی از بچه هاست که پرسیده بود چی میشد اگه مسیر فرگشت و تکامل گاوها یک کوچولو میچرخید و اونها طی میلیون ها سال مثل انسان ها جهش مغزی میکردن و باهوش میشدن. توی این ویدیو از فکتوریوم میخوایم بررسی کنیم که برای تکامل مغزی گاوها چی لازمه، چرا اصلا تکامل پیدا نکردن، اگه این تکامل اتفاق میافتاد آناتومی بدنشون چطور میشد و اصلا اگه گاوها باهوش میشدن سر آدمها چه بلایی میومد. اگه فکتوریوم تو لیستت نداری همین الان سابسکرایب کن و تا آخر ویدیو همراه هم باش که قراره از چیزایی که میشنوی شگفت زده بشی. تفاوت‌های مغزی انسان و گاو. بیا یه نگاهی به مغز انسان و گاو بندازیم تا بفهمیم چرا تا الان ما اختراع می‌کردیم و گاوها فقط می‌چریدن. مغز انسان بالغ به طور متوسط حدود 1300 سانتی متر مکعب حجم داره. حالا اینو مقایسه کن با مغز گاو که فقط 800 سانتی متر مکعب. این تفاوت اندازه خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی تأثیر داره. چرا؟ چون هرچی مغز بزرگتر باشه نسبت به بدن، توانایی پردازش اطلاعات، تفکر و حل مسئله هم بالاتر میره. حالا به قانون انسفالیزیشن کوشنت یا همون EQ نگاهی بندازیم. این قانون بهمون میگه نسبت اندازه مغز به بدن چقدره و چطور روی توانایی‌های ذهنی اثر میذاره. اینجا اعداد برات جالب میشن. انسان‌ها EQ برابر 7.4 دارن و گاوها خب فقط 5. این یعنی چی؟ یعنی مغز انسان نسبت به بدنش خیلی بزرگتره و این بهش اجازه میده که تو چیزهای پیچیده‌ای مثل زبان، فناوری و حتی فکر کردن به موضوعات عمیق بتونه خوب عمل کنه و در واقع کودن نباشه. به طور کلی هرچی EQ بالاتر باشه موجودات میتونن تفکر پیچیده‌تر، خلاقیت بیشتر و حتی توانایی‌های اجتماعی و تکنولوژی قوی‌تری داشته باشن. حالا که فهمیدیم مغز گاو و انسان متفاوت عمل میکنن، بیا یه سوال جذاب رو بررسی کنیم. آیا ممکنه گاوها یه روزی مغزهای بزرگتر و هوش بیشتری پیدا کنن؟ خب بذار راحتت کنم، این اتفاق نه ساده است نه سریع. تغییراتی مثل بزرگتر شدن مغز تو دنیای تکامل نیاز به کلی زمان و فشارهای طبیعی داره. یه جورایی انگار طبیعت باید به گاوها بگه هی اگه میخوای زنده بمونی باید مغزتو به کار بندازی. اگه گاوا بخوان مغزشون رو گسترش بدن تغییرات ژنتیکی بزرگی لازمه. مثلا یکی از ژن‌های مهمی که میتونه تو این مسیر نقش داشته باشه ژنی به اسم ARHGAP11B. طبق یه مطالعه در نیچر ژنتیکس در 2016 این ژن توی رشد مغز انسان نقش داشته و باعث میشه بخش‌هایی از مغز که مسئول پردازش اطلاعات و حل مسئله است گسترش پیدا کنه. حالا تصور کن همین ژن توی گاوها فعال بشه. ولی خب داشتن یه ژن کافی نیست. برای اینکه یه گاو از چراگاه به ساخت ربات پیشرفته برسه کلی تغییر دیگه هم تو ژن‌هاش لازمه. تازه شرایط محیطی هم خیلی مهمه. مثلا اگه یه گاو تو محیطی زندگی کنه که فقط باهوشترین ها میتونن زنده بمونن، اون وقت شاید تکامل تصمیم بگیره مغز گاوها رو ارتقا بده. در واقع اگه میخواسته به روند طبیعی تکامل پیدا کنه میبایست از میلیون ها سال پیش مجبور میشده کمی برای بقا فکر کنه. تازه این تکامل ذره ذره تو مغزش تاثیر میذاشته و هر نسل به نسل دیگه این رو انتقال میداده تا برسه به یه گاو مدرن امروز که EQ بالای 7.4 داشته باشه و دقیقاً به هوش انسان برسه. مشکل بزرگتر انرژیه. بزرگتر شدن مغز فقط یه طرف ماجراست. مغز بزرگتر یعنی مصرف انرژی بیشتر. آدما میتونن این انرژی رو تامین کنن چون ما همه چیز خاریم و رژیم غذایی پر انرژی داریم. ولی گاوا چی؟ اونا فقط علف میخورن. برای اینکه گاوها مغز بزرگتری داشته باشن یا باید تمام روز رو علف بخورن یا رژیم غذاییشون رو تغییر بدن. شاید مجبور بشن برن سراغ غذاهایی که انرژی بیشتری دارن مثل میوه‌ها یا حتی گوشت. بله، اینجا دقیقاً نقطه ترسناک داستانه. فکر کردی گاوهای مدرن قرار جزو دستای ویژیتریان های جامعه باشن؟ اگه بخوان جهش پیدا کنن فقط مغزشون نیست که باید پیشرفته بشه، کل آناتومی بدنشون باید تغییر کنه. جهش
اولا برای جهش نیاز مغزشون 3 برابر اینی که هست بشه، یه چیزی بین 2000 تا 3000 سانتی متر مکعب. خب این مغز تو جمجمه فعلیشون که جا نمیشه، پس باید جمجمه‌شون هم بزرگتر بشه. احتمالاً به علت افزایش سایز جمجمه شاخهای نقلی تری داشته باشن. سم‌هاشون هم باید کلاً عوض بشه. برای ساخت و ساز و پیشرفت گاوها نیاز به یه چیزی شبیه دست آدم دارن. شاید طی این جهش‌ها سم‌هاشون به دست‌های اورانگوتان تغییر می‌کرد. آناتومی بدنشون هم به کل با اینی که هست عوض می‌شد. لگنشون مطابق نیاز گاوهای مدرن باید توانایی ایستادن روی 2 پا رو براشون فراهم می‌کرد. پس ما دیگه گاوهای مدرن رو روی 4 پا نداشتیم. مثل آدما روی 2 پا راه می‌رفتن. و وقتی روی 2 پا باشن همه اعضای درونیشون مطابق فرم بدنشون تکامل پیدا می‌کرد. یه چیزی شبیه میمون‌ها ولی با وزن 300 تا 400 کیلویی گاوها. اما هنوزم بخش ترسناکش تغذیه گاوها برای تامین انرژی بدنشونه. واقعاً باید به همه چیز کاری مثل انسان‌ها روی می‌آوردن. اگر همزمان با انسان‌ها جهش می‌کردن، خودتون تصور کنید 2 گونه باهوش روی سیاره زمین جفتشون توانایی تفکر و ساخت ابزار دارن. احتمالاً تو کتابای تاریخمون جنگ‌های حماسی زیادی بین 2 نژاد گاوها و انسان‌ها می‌خوندیم. شایدم اونا میزدن ما رو منقرض میکردن. کسی چه میدونه، شاید تا قبل از اختراع اسلحه‌های امروزی با توجه به قدرت بدنی و وزن زیادشون نسبت به انسان‌ها تو جنگ‌ها دست بالاتر رو می‌داشتن و همین باعث شکست‌های پی در پی جامعه انسان‌ها میشد. شاید هم انسان‌ها با این خطر بزرگی که تهدیدشون میکرد سریعتر اسلحه‌های امروزی رو برای حفاظت از خودشون میساختن و نتیجه جنگ‌ها به نفع انسان‌ها میبود. و در نهایت بعد هزاران سال شاید به صلح میرسیدیم و نژاد گاوهای مدرن و انسان‌ها میتونستن یک جامعه خوب رو کنار هم تشکیل بدن. اون وقت دیگه نه شیر گاو داشتیم، نه پنیر گاو و نه گوشت گاو. خودت تصور کن چقدر میتونست اوضاع تغییر کنه. جوامع مختلف با نژاد گاوها، حقوق مشترک با گاوها، وکیل گاو، دکتر گاو، پروفسور گاو، قصاب گاو. این یکی نوبر بود واقعا، ولی اگه گاوها هم از علفخواری دست میکشیدن و همه چیز خوار میشدن، این که تو قصابی گاو ببینیم دور از انتظار نبود. خلاصه که اگه گاوای امروزی مثل این سناریو مدرن بودن، شاید شوهرمت الان یک گاو بود. بله، شاید ازدواج بین 2 نژاد هم شکلی میگرفت. تصور کن روز عروسیشونو، شوهرم مگه گرامیت با کت و شلوار و کروات، شاخ واکس زده و کفش واکس زده سر سفره عقد نشسته. عمتم با افتخار میگه آقایمون گاوه. تبریک میگم، قراره کلی جوک شوهرمه ورژن گاوی جدید بشنوی. احتمالاً هم عمه شما اولین ازدواج بین 2 نژاد نیست و قبلا بارها این وصلت بین 2 نژاد شکل گرفته. حالا دیگه درباره پسرعمه و دخترعمه هات چیزی نمیگم. به نظرت اسم بچه‌های حاصل از این ازدواج چی میتونه باشه؟ اصلاً چه شکلی ان؟ صداشون چجوریه؟ اینو دیگه میذارم به عهده قوه تخیل خلاق و قدرتمند شما. لطفاً نظرتو در کامنت‌ها بنویس و یادت نره فکتوریومو سابسکرایب کنی.